سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز. ساعت با وقت پراگ 10 است و در چند دقیقه دیگر چون همیشه من برای شما خبرهای تازه رو میگم و البته انتظار شما عزیزان هستم در برنامه خبری با گزارش های تازه از تاجیکستان و جهان. مقامات روسیه عفو مهاجران غیرقانونی و نیمه رسمی را در حال بررسی قرار دارند. در این باره خبرگزاری ریا نووستی با تکیه به منبع خود در وزارت کارهای داخلی این کشور اطلاع داده است. به قول خبرگزاری چنین پیشنهاد از سوی تحلیلگران که دورنمای رشد وضع مهاجرت را در پس منظر تاثیر کووید 19 تهیه کردند به مقامات پیشنهاد کرده است. در این باره بینندگان عزیز در برنامه خبری برای شما معلوماتی بیشتر خواهیم داد. ضمن تحلیلگران و وکیلان مدافع در روسیه مهاجران را یکی از آسیب پذیرترین قشرهای اهالی نام میبرند و دوره کرانتین نه تنها به جیب آنها ضربه زده بلکه به سلامتیشان نیز خطر ایجاد نموده است. مفتی مسلمانان روسیه شیخ равил ғайнуддин اعلان کرد که از 6 ایون مسجدها در مسکو برای نمازگزاران باز میشوند. شورای مفتیات روسیه خبر داده است که از 1 تا 4 ایون در مسجدهای جمعه مسکو نماز روزانه با اشتراک شماره محدود عبادت کنندگان برپا می شود. شورا خاطر نشان کرده است که 5 ایون نماز روز جمعه باز هم در شکل محدود دایر شده توسط اینترنت پخش می گردد. بعد صحبت با شهردار مسکو سرگئی سابیانین مفتی مسلمانان روسیه خبر داده است که نماز در مسجدهای مسکو با اجرای تمام دستورهای سانیتاری و بهداری و حکومتی حفظ انسان برپا خواهد شد. طبق دستورهای روسپوتربنادزور 1 نفر باید 4 متر کوادراتی را در اختیار داشته باشد. همزمان خبرگزاریهای روسی اطلاع میدهند که فعلا ورود افراد از 65 ساله به بالا برای نمازگزاری به مساجد مسکو منع میباشد. باید گفت که در تاجیکستان در این مسجدها برای ادای نمازهای 5 وقته جمعه و تراویح از 18 اپریل امسال بسته است. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان سبب تصمیم را پیشگیری از سرایت کرونا ویروس نامیده و گفت که این شرایط تا زمان بهبود یافتن وضعیت وابسته به کووید 19 در جهان ادامه خواهد کرد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف از ولایت شرقی فرغانه بازدید به عمل می‌آورد. چند روز پیش در مرز قرقیزستان با ازبکستان به ویژه در جزیره قلمروی سوخت جنجال میان ساکنان دهات مرزی به وقوع پیوست. روز 1 می سروزیر ازبکستان عبدالله اوریپوف از منطقه برخوردیدن کرد و با معاون سروزیر قرقیزستان قوبتبک بورونوف دیدار و گفتگو داشت. سروزیر ازبکستان گفت که آخر هفته روان پرزیدنت میرزیویف به منطقه خواهد آمد. در ولایت بادکنج قرقیزستان که با جزیره قلمروی سوخت ازبکستان هم مرز است 1 می میان ساکنان دو کشور نیزو سر زد. جانب‌ها به سمت یکدیگر سنگ انداخته چند خانه نیز از هر دو جانب سوخت. سوخت ازبکستان در داخل قرقیزستان یکی از مناطق عمدتاً تاجیک نشین می باشد. ساکنان محله چشمه هم اکثرا تاجیکانند. 15 تشکیلات جمعیتی و 1 گروه روزنامه‌نگاران از دستگاه اجرایی رئیس جمهور داستانی کل و امبودسمن خواستند به قضیه لطکوب روزنامه‌نگار عبدالله غربتی رسیدگی قانونی شود. سازمان‌های جمعیتی تقاضا کردند که به تجربه تعقیب روزنامه‌نگاران در کشور پایان داده شود و دولت به سندهای بین‌المللی آزادی بیان پایبند بماند. عبدالله غربتی خبرنگار جوان خبرگزاری آزیا پلوس ماه گذشته 2 مرتبه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان از این حادثه نگرانی کردند. با تاکید نمایندگان جامعه شهروندی بی‌جزایی فضای ترس را به وجود می‌آورد. این چنین سازمان‌های جمعیتی نوشتند عبدالله غربتی برای فعالیت روزنامه‌نگاریش مجازات نشود. مقامات تاجیکستان به حادثه‌های حمله به عبدالله غربتی برخورد دوگانه داشتند. وزارت کارهای داخلی به دنبال حادثه اول لطکوب خبرنگار در روز 11 می گفته بود تفتیشات تحت نظارت دائمی رهبریت وزارت کارهای داخلی قرار دارد، اما در حادثه دوم حمله به عبدالله غربتی برعکس وزارت کارهای داخلی خود خبرنگار را به ویران کردن دخل ناپذیری خیمه‌های زیست موقتی ساکنان ضرر دیده خراسان متهم کرد. غربتی باشد این اتهامات را رد نمود و دادگاه نوع خراسان نیز روز 3 ایون موقع وزارت کارهای داخلی را تصدیق ننمود.
خدمات دولتی امنیت قرقیزستان ادعای بی‌اساس کرده است که خبرنگاران بخش قرقیزی رادیو آزادی از یک نفری که خود را مسئول پولشویی عنوان داده است 100,000 دلار گرفتند. این شخص در تهیه یک گزارش تحقیقاتی درباره فساد در جمهوری قرقیزستان همچون منبع معلومات استفاده شده است. ادعای تقدیم پول به خبرنگاران روز 2 ایون در مرافعه کشتار ایرکن سایمتی از طرف مفتشان خدمات دولتی امنیت قرقیزستان مطرح گردید. سایمتی صاحبکار اویغورتبار چینی اصرار می‌ورزید که طول چندین سال با راه‌های غیر قانونی میلیون‌ها دلار را از قرقیزستان به خارج برآورده است. پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جیمی فلای میگوید ظاهراً اتهام خبرنگاران انتقام منصبداران فساد زده است که می‌خواهند ثروت و نیرویشان را حفظ کنند. سایمتی ماه نوامبر گذشته در استانبول به قتل رسید. پیش از مرگش او به خبرنگاران سندها و راه‌های انتقال پول توسط بانک‌ها و افراد را توضیح داده بود. بعد کشتار سایمتی بخش قرقیزی رادیو آزادی و OCCRP یا خود برنامه تحقیقات کروپسیا و جنایت‌های متشکل همراه با سامانه اینترنتی کلوپ قرقیزستان گزارش مستقل مفصل درباره پولشویی تهیه کردند. در آن سابق معاون رئیس اگنتی دولتی گمرک قرقیزستان رحیمبک مطرحیموف با فساد و از جمله همکاری با سایمتی متهم شده بود. بعد نشر آن گزارش در کوچه‌های شهر قرقیزستان جمعیت‌های اعتراضی برگزار گردیده بودند. نمایندگان طالبان گزارش‌ها درباره مرگ رهبر جنبش طالبان ملا هیبت‌الله آخوندزاده بر اثر سرایت کرونا ویروس را رد می‌کنند. مجله آمریکایی فورین پالیسی با تکیه به معلومات از مقامداران طالبان روز 1 ایون گزارش داد که ملا آخوندزاده مبتلای بیماری کووید 19 است و هنگام معالجه در خارج از کشور فوت دیده است. بعضی طالبان والا مقام در شهر کویت پاکستان گفتند که نه تنها آخوندزاده بلکه یک عده طالبان بلند مقام گرفتار ویروس کووید 19 بودند. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه خبر بیماری و مرگ آخوندزاده را رد کرد. در پایان گزارش خود مجله فورین پالیسی نوشته است که عملاً گروه طالبان از سوی ملا محمد یعقوب پسر کلانی اساسگذار جنبش طالبان ملا محمد عمر رهبری می شود. در سال 2015 هم آشکار شده بود که ملا محمد عمر 2 سال پیش در پاکستان وفات کرده است. فورین پالیسی اطلاع می‌دهد که ملا یعقوب در شهر کراچی پاکستان دانشکده دینی را ختم نموده است. به قول همین منبع او از پشتیبانی اکثر فرماندهان صحرایی طالبان بهره مند است و از سازش آمریکا با طالبان که ماه فوریه در قطر با هدف ختم نزاع نزدیک به 2 ساله افغانستان طرفدار میباشد. و کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان می‌نویسد که جسد عمر خدویف 9 ساله را بعد تقریباً 2 روز جستجو پیدا کردند. او روز 31 می همراه پدرش اصلانشاه خدویف در پی صدمه نقلیاتی به دریای خنبوف سرازیر شده بود. جسد را دیروز تقریباً 300 متر پایین‌تر از جای حادثه در ساحل دریا پیدا نمودند. اصلانشاه خدویف سردار بخش ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده نویه ونج بوده است. صدمه در شهرهای دوشنبه، دروازه خاروغ موضع شهیدان جماعت دهات قلعه خم رخ داد. ماشین تمغه اوپل اسرا که از جانب ساکن 51 ساله دهه راخر و جماعت نویه ونج آزاد قدم فداره میشد دچار صدمه شد. سبب صدمه تا هنوز معلوم نیست. بنا به نقل شاهدان آن به عمق تقریبا 80 متر به دریای خنبوف سرازیر میگردد. بر اثر این صدمه مدهش 2 نفر یعنی پدر و پسر به هلاکت رسیده، 2 تن دیگر با جراحت‌های وزنی در بیمارستان نویه درواز بستری شدند. خوب بینندگان عزیز، این چند خبری بود که من برای شما گفتم و بار دیگر تکرار میکنم که همه شما از آن رو بعد 3 ساعت دیگر با موضوعهای نو در برنامه خبری منتظر خواهیم بود و تا اون دم اگر نواری دارید و یا خبری دارید که میخواهید همکاران ما آن رو پیگیری کنند و در سامانه های ما نشر شود، پس با رقم 420 724 056 681 طریق واتساپ، وایبر و یا تلگرام به ما بفرستید. باقی خدا نگهدارتان. خود را احتیاط کنید.